سلام، من محمدم از کانال هاو تو ترید. به جلسه دهم آموزش رایگان تحلیل تکنیکال خوش اومدی. بالاخره رسیدیم به نقاط ورود. هر مبحثی که تا الان تو کانال گفته شده برای رسیدن به این مرحله بوده. پس لایک کن و بدون فوت وقت بریم تو کارش. اگه اولین بار وارد این کانال شدی پیشنهاد میکنم سابسکرایب کنی، چون قرار راحت ترین، منطقی ترین و البته کارآمدترین روش پول در آوردن از ترید رو یاد بگیری. بریم سراغ نقاط ورود. ببینید ما چند مدل نقاط ورود داریم، یعنی چند جایی توی مارکت مشخص کردیم از قبل، بک تستش رو گرفتیم بالای چند هزار بار و دقیقاً مشخصه برای من که کجا ورود کنم، کجا دست نگه دارم، کجا صبر کنم و این حرفا. خب یکی یکی من از همین جا شروع میکنم، میرم جلو، ترید میکنم، یعنی به حالت بک تستی میریم جلو و ایشالله خودتونم باید برید حتما اینو بک تستش رو بگیرید و وین ریتش رو اگه حالا تونستید در بیارید. ولی وین ریتش حالا یکی از دوستان زحمتش رو کشیده در آورده، با تی پی 2 وین ریتش حدوداً اگر اشتباه نکنم 70 خورده درصد گفت. من چون تی پی 4 میگیرم خودم، ولی تی پی 4 برای اوایل کار ممکنه، یعنی اینکه تحمل بتونی بکنی تا برسه به تی پی 4 ممکنه کم سخت باشه اوایل کار. به خاطر همین فعلا شما لطف کنید تی پی 2 بگیرید، یعنی اون سوده رو لمس کنید، بعدا ایشالله میریم برای تی پی های بالاتر. ببینید طبق ویدیوی آموزش بیس موثر گفتیم که آخرین پولبکی که حالا وجود داره اونو در نظر میگیریم. خب که اینجا اگه من بخوام اونو در نظر بگیرم تقریبا این میشه. حالا میگیم اینجا روند عوض شد. اینجا که روند عوض شد، من اولین نقطه ورودم این شکلیه. میام بعد از شکست اولین بیس موثر، یعنی جایی که روند عوض شد، یه حالتی داشتیم میگفتیم که بعد از اینکه با این کندل شکست باید یک کندل دیگه صبر کنیم. چرا؟ که این فیک نشه، این شکسته یهو بر نگرده اینو این گلف کنه و من الکی استاپ بخورم. پس با کندل شکست ورود نمی کنیم. این از این. موقعی که این شکست، بیس موثر میرفت این کف، بیس موثر که رفته کف، بعد من چی کار میکنم؟ میام میگم که خب اولین نقطه ورودم به این شکله، میریم سراغ الگوهای کندلی. الگوهای کندلی به ما چی میگفتن؟ میگفتن که این ساید بار داری، سیگنال بار کی بار داری و این گلف. میام نگاه میکنم ببینم که قیمت داره برای من اینجا توی این قسمت سیگنال بار شکل میده، یعنی رفته بالا سیگنال بار. ببینید این کندلی که در دل کندل قبلی شکل گرفته، سیگنال بار سیگنال بار سیگنال بار سیگنال بار سیگنال بار سیگنال بار، که به هر کدوم از اینا این ساید بار هم میگفتیم دیگه. کندلی که در دل کندل قبلی شکل بگیرد این ساید باره، این ساید بار، این کندل هم این ساید باره، ولی این کندل دیگه این ساید بار نیست. در این حالت چی کار میکنم؟ میام اینو وارد میشم، استاپمو میذارم پشت همین ناحیه‌ای. همیشه یکم فاصله بدید، هیچ اشکالی نداره این فاصله، همیشه یکم فاصله بدید. بهتر از اینه که بیاد استاپتون رو بزنه بعد برگرده بره. الان که این زده شد، من اینجا اینو وارد شدم، دیگه کاری ندارم. منتظر میمونم که قیمت بره جلوتر. قیمت تلو تلو میخوره میاد پایین و فلان و اینا، میاد یه سقف بالاتر از سقف قبلی میزنه. اینجا ببینید گفتیم اکستند میشه سطح منم، اینجا که اکستند شد اینجا شکسته شده. کدوم یکی از این کف ها باعث شد که این بشکنه؟ پایین ترینش. چرا؟ چون تو روند صعودی هم که میشه این قسمت. اینو مشخص میکنم. این الان برای من بیس موثره، اگر این بشکنه روند من نزولی میشه. این اتفاق افتاد، این شکست و قیمت اومد. الان میریم سراغ بحث گپ. گپ چی میگفت؟ توی گپ گفتیم توی هر لگی پایین ترین گپ در روند صعودی. الان کلا یه دونه گپ دارم توی این ناحیه، کلا یه دونه گپ دارم. سقفم هم که رفته این قسمت. اینو یکم پهن‌ترش کنیم. خب
تو این حالت چجوری ترید میکنیم؟ میایم اصلا نگاه نمیکنیم. ببینید اینو من میگم، باز تاکید میکنم، تستشو گرفتم. حالا شما خودتونم حتما تستشو بگیرید که تا حساب کار دستتون بیاد که چجوری این جواب میده. اینجا که این گپ ایجاد شده، میام روی 100% این 100% یعنی بیاد کامل این گپ رو ببینه، کاملا بیاد اینو ببینه. اینجا من یه اوردر میکارم، استاپمو میذارم پشت بیس موثر، با این حالت وارد میشم. قیمت میاد دوباره یه سقف بالاتر میزنه و میاد اون موقع میایم بیس موثرمون این بمونه سر جاش. بیس موثرم که اینجا بود، اینو از اینجا ور میدارم میذارم پایین ترین تو این نقطه. اگه ویدیوی بیس موثر رو ببینید دقیقاً درک میکنید که من راجع به چی صحبت میکنم. میاد اینجا که میخواد اینو بشکنه. ببینید من اینجا دوباره یه دونه کلا گپ دارم. خب این گپ هم میتونیم وارد بشیم، یعنی با این حالت با این استاپ وارد بشیم که این استاپ میشد. بعد میاد اینجا این شکسته ولی برگشته داخل، اکستند میشه اکستند میشه اکستند میشه، اینجا میشکنه. این شکست یه قانونی داشتیم، یه استثنایی گفتیم که شکست فیک یعنی چی؟ یعنی بیاد بشکنه با یک کندل برگرده اینو اینگولف کنه. آیا این اتفاق افتاده؟ خیر، اتفاق نیفتاده. پس چی کار میکنم؟ بیس من از اینجا میاد به مبدأ حرکتم، به نقطه شروع حرکتم که میشه این سقف. روندم الان از این کندل روند من شد، از این کندل زرده نزولی شد برای من. خب الان میام چی کار میکنم؟ دوباره همین کاری که این سمت چپ کردم همون کار رو انجام میدم. میام میگم چون اولین بار بیس موثرم شکسته، من صبر میکنم سیگنال بار کی بار ببینم. میبینم اینجا یه این ساید بار دیگه و یه کی بار. من با همین وارد میشم، استاپ پشت این یه کمی فاصله میدم. این از این. قیمت اومد آخرین کفم اینجا بود دیگه، این اومد اینجا، این شکسته شد و رفت پایین تر. بیس موثرم از اینجا میاد روی این قسمت. بیس ماسترم که اومد اینجا، من اینم دارم، این کفمه که باید بشکنه که قیمت اومده بشکنه نتونسته، برگشته بالا. توی روند نزولی بالاترین گپ مهم بود، الان همینو دارم. من اینجا وارد میشم، استاپ پشت این میاد، استاپ منو میزنه. ببینید استاپ منو که زد الان، چون استاپ من پشت بیس موثره، با خورده شدن استاپ من روند عوض میشه. روندم که عوض شد، خب به نفع منه دیگه، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. تا همینجاش یه دونه، حالا بگیم اینجا روند عوض شده، یه دونه حالا این 0.5% استاپ خورده، بگیم 1% هر کدوم وارد شدیم، یه 2% اینجا سود کردیم، دوباره یه استاپ، یه 2% دیگه سود کردیم، اینم یه استاپه. اینجا اومده بیس موثر شکسته و با یک کندل نتونسته این گلفش کنه، مثل همین قسمت. بیس موثرم از اینجا میاد روی این نقطه. روی این نقطه که اومد، الان من دوباره میام همون کار رو انجام میدم. دنبال سیگنال بار کیبارم، میبینم که به این حالت ریخته، سیگنال بار کیبار به اون شکلی به من نداده توی این قسمت، ولی میبینم توی همین لک پایین ترین گپ هم اینه. میام دوباره همون کار رو انجام میدم، اوردرم رو اینجا میذارم با این حالت. حالا من اینور بکشم، استاپم هم همیشه پشت بیس موثر گذاشتم. قیمت اومده فعالم کرده، یکم اومده تو ضرر اومده، برگشته اومده، اینم از تی پی این اومده. الان آخرین سقفم اینه، اکستند شده اومده، این قسمت اکستند شده اومده، با این کندل سقفمو شکسته. پایین ترین کدوم بود؟ همین بود. الان از اینجا میاد یه دونه بالاتر میشه اینجا. الان من یه روند صعودی دارم، پایین ترین گپم توی همین اینجاست، اینو مشخص میکنم. اوردرم رو میذارم روی 100% این. استاپم رو کجا میذارم؟ ببینید اینو باید بر اساس، یعنی تجربه این استاپ رو باید بذاریم. چجوری؟ این که شما هم اگه یکم تست کنید دستتون میادین. توی هر حالتی، توی هر موقعی از بازار که بیاد، توی هر تایمی بیاد،
میبینید که یه مثلا حرکات بازار یا خیلی شارپه، داره خیلی سریع حرکت میکنه میره بالا پایین میره، یا اینکه خیلی ریز ریز اینجوری داره حرکت میکنه. موقعی که ریز ریز حرکت میکنه استاپتون سعی کنید که حالا یه حالت معمولی باشه، خیلی هم تنگ نباشه. ولی موقعی که حالت این شکلی داره خیلی داره سریع حرکت میکنه استاپتون رو نسبت به اون حالت سریع بذارید. یعنی من که اینجا وارد شدم استاپم اگه بیارم بذارم پشت این، درسته من تیپی 2 میخورم ولی خیلی طول میکشه این. به خاطر همین استاپمو یک کم میارم نزدیکتر، یه دونه سوینگ میارم بالاتر، یه دونه سطح میارم بالاتر، یه سطح مینور این، و به این حالت این ادامه پیدا میکنه. الان میاد اینجا سقف این شکسته. حالا سعی کنید چارتتون رو مثل مال من الان اینجوری دارم میکشم که فقط شما ببینید، نذارید شلوغ بشه. الان این اومده این سقف شکسته، پایین ترین من کدومه؟ این بود که بعد از این میشه همین، یعنی پایین ترین پولبکی که بعد از شکست این سقف زده شده پایین ترین این قسمته. الان دوباره همون اتفاق، پایین ترین گپ هم که پر نشده همینه و قیمت اومده. من میام روی 100% اوردر میذارم، استاپ پشت بیس موثر. به این حالت بعضی مواقع یه همچین حالتی پیش میاد، احتمالا شنیده باشید تو مارکت که میگن هانت شدم، اصطلاحاً هانت شدم یعنی شکار شد استاپ من. موقعی که این اتفاق افتاد که برای ما حالا پیش میاد خیلی کم و قیمت برگشت و به حالت اینساید بار، یعنی همون سیگنال بار کی بار، اینساید بار شد، بعدش اومد کی بار داد که میبینید اینجا همین اتفاق افتاده بعد از هانت شدن ها، نه اینکه همیشه. الان اومده تو این قسمت، ببینید هانتمون که کرد برگشت داخل همین محدوده، یه این ساید بار، دو تا این ساید بار، بعدیش کی باره، من با همین کی بار وارد میشم. حالا اینجا بازار خیلی کرکسیفه دیگه، خیلی کرکسیفه، یعنی اصلا ممکنه خیلی اینجا رو رنج بگیرن، ولی اینجا بازار موقعی که حتی اینقدر کرکسیفه، یعنی من خودم قصدن از یه جایی کرکسیف شروع کردم که شما ببینید که واقعا میشه از همین جام پول در آورد و پول خوب در آورد. اگه ریسکتون و مدیریت ریسکتون رو درست انجام بدید که کارتون خیلی راحته. خب قیمت اومد اینجا یه سقف بالاتر زد، پایین ترین هم همین بود، همین میمونه، اکستند میشه به نوک این، امتداد میدم اینو. بعدش قیمت اومد از همینجا یه پولبک کندلی زد. اگه پولبک کندلی و پولبک سوینگی و فرقش رو نمیدونی حتما ویدیوی مربوط به پولبک، انواع پولبک رو نگاه کنید. اومد اینجا این پولبک کندلی رو شکل داد، با همین یه سقف بالاتر زد، یعنی اینجا رو شکست و بالاتر رفت. موقعی که بالاتر رفت یه دونه این پولبکمه، یه دونه این، کدوم پایین تره؟ این. اینو در نظر میگیرم، امتداد میدم، این اومد اینجا اکستندش کرد، اکستندش میکنم، یه بار دیگه اکستند شد، اکستندش میکنم. خب اینجا یه نکته داریم، قبل از اینکه اینو اکستند کنم من دیگه اینجا گپی که ندارم، یه دونه این مونده کلا تو این مسیر که پشت بیس موثره. این یه نکته است که خیلی خیلی مهمه. موقعی که پشت بیس موثر یک گپی جا مانده باشد، یعنی پر نشده هنوز، مثل همین گپ، این کل اینو اگه بگیرم اینجوری باید بگیرم گپشو، ولی برای ما همین 100%ش مهمه، اون باقیش مهم نیست که، اینجاها مهم نیست، اینجا مهمه برای من، این صدش. در این حالت چی کار میکنم؟ ببینید باز تکرار میکنم، اگر پشت بیس موثر یک گپ جا مانده باشد، یه دونه گپ باشه، در اون حالت چی کار میکنم؟ میام پشت بیس موثرم که اون گپه هست یه اوردر میکنم، استاپو میذارم پشت اولین سوین که میشه همین. حالا همیشه من خودم یعنی عادت کردم اینو میکشم، همیشه یکم فاصله میدم، یعنی استاپم پشت این باشه یکم فاصله میدم و میبینید که اومده اینجا اکستند شده و از همینجا رفته و تیپی 2 ما رو داده. بعد از اینکه اکستند شد قیمت میره دوراشو میزنه، برمیگرده دوباره من اینجا، هنوز روند سعودی ها، یعنی از اینجا که با این کندل ما تشخیص دادیم روند سعودی، با این کندل خیلی مهمه، اینو فراموش نکنید که بیس موثر واقعا عالیه، کافیه تستش کنید.
اومده اینجا، من اینجا دوباره یه دونه پایین ترین گپم همینه، یه دونه اینجا اوردر میذارم، استاپمو میذارم این پشت بیس موثر. اومد اینجا نتونست، اصطلاحاً هانتمون کرد. موقعی که هانت میشدیم چیکار میکردیم؟ صبر میکردیم سیگنال بار کیبار ببینیم روی بیس موثر. الان اومده سیگنال از همینجا سیگنال بار سیگنال بار سیگنال بار سیگنال بار، این یه کوچولو اومده پایین تر که بلافاصله بعدش فیلش کردن، دوباره سیگنال بار شده و این کندل زده. این کندل توی مبحث فشارخوانی به ما چی میگه؟ میگه آقا کندل خیلی پرقدرتی هم من زور اینو دارم اینو بتونم ببرم بالا، پس منم روی این با مدیریت سرمایه، با مدیریت ریسک وارد میشم و ادامه حرکت. دوباره این که اومد اینجا آخرین سقفم این بود که اینجا اکستند شده بود و اینجا شکسته بود. پایین ترینم میشه همین، یعنی همین سطحی که اینجا داشتم این اکستند میشه به این پایین و دوباره همون کارا رو انجام میدم. دوباره من یه دونه اینجا توی گپ ها گفتیم هر لگ، یعنی توی هر لگ پایین ترینش یکی هم اینجا دارم، به این رسیده و پرش کرده. من اینجا یه اوردر میذارم استاپ پشت اولین سوینگ، چون بیس ماستر بذارم این قدی میشه، اینو من نمیخوام اینقدر استاپم باشه، نمیخوام اصلا اینقدر معاملم طول بکشه. میام استاپمو میذارم پشت سوینگش اینه، ولی چون میدونم گپ ها معمولا میان پر میشن و حرکت میکنن، در این حالت استاپمو میذارم پشت، یعنی استاپم اینجا میفته در حالت عادیش، در این حالت استاپمو میذارم پشت این گپ، پشت این کندلی که گپ شکل داده، که اگه یه وقتی اومد اینم پر کنه نیاد استاپ منو بزنه بره. اگه استاپم هم زده بود یعنی برمیگشت میومد اینجا استاپ منو ور میداشت و به این واکنش میداد، من اینجا دوباره طبق همین هانتی که اینجا گفتیم اتفاق میفته با سیگنال بار کیبار دیدنش دوباره در جهت همین بای حرکت میکردم و دوباره همین اتفاق. و میبینید که یعنی هیچ کار خاصی نمی کنم، کافیه همین فرایندی که چند هزار بار تستش کردم و تکرار کنم، هیچ نیازی به کارهای عجیب غریب ندارم. قیمت میاد بالا، اینجا به ما ورودی نمیده، همچنان ادامه میده میاد بالا. اینجا چرا با سیگنال بار کیبار وارد نمیشم؟ چون گفتیم تنها موقعی با سیگنال بار کیبار صرفا وارد میشیم که برای اولین بار بیس ما شکسته باشه. مثل اینجا ببینید قیمت اومده اینجا، این آخرین بیس ماسترم همینه، اینجا شکسته با یک کندل فیکش نکرده ادامه داده، پس این شکست معتبریه. بیس من میاد روی این سقف، یعنی اگه قیمت برگرده بتونه اینو بشکنه دوباره صعودی میشم، وگرنه از اینجا من نزولیم. قیمت ادامه میده میاد اینجا شکل میگیره این ساید بار من، این ساید بار این ساید بار این ساید بار این ساید بار کی بار، همینجا وارد میشم استاپمو میذارم پشت این، همیشه یکم فاصله میدیم. اگرم با اسپرد یعنی بیاد هانتتون کنه، هانت که ما نمیشیم. چرا نمیشیم؟ چون از این اکسپرته که توی ویدیوی آموزش اکسپرت گذاشتم اونجا میتونید ببینیدش تنظیمات اینو. این خودش موقعی که شما استاپ میذاری به اندازه اسپرد استاپتو میندازه عقب‌تر توی سل، توی بای هم تیپیت میره بالاتر که اونو حالا میتونید دستی درستش کنید یا نه، ولی به استاپتون دست نزنید. یعنی اینجا شما با این اکسپرت این معامله رو باز کردید، معامله لحظه‌ای رو باز کردید، فرضاً اسپردتون یه حالت مثلا بگم 10 پیپ هر چقدر هست به اندازه اون اینجاست، فرضاً میندازه خودش اینجا دیگه. با این این که میاد اینجا اینو ور نمیداره، الکی استاپ نمیخورید. اگرم خوردید گفتیم چیکار میکنیم؟ صبر میکنیم سیگنال بار کیبار بشه وارد شیم، صبر میکنیم. فرضاً من میگم این اینجا اومد استاپم خورد، صبر میکنم این ساید بار شد، این ساید باره، این کیباره ولی ضعیفه، درسته؟ صبر میکنم با تایید بهتری وارد شم، صبر میکنم یه کندل تایید بده که حالا اینجا یه با کله ریخته، ولی اگر وارد میشدیم مثلا اینجوری میتونستیم وارد شیم که ما اینا رو نمیخوایم، انقدر سود میده به ما. و دقت کنید الان تایم فریم 1 دقیقه ایم، تایم فریم 1 دقیقه ایم.
خب روند نزولی بود، اینجا اومد یک کف پایین تر زد، بیس همین بود، این شده بود، اومد اینجا اکستند کرد یک کوچولو همین شد، همینو ادامه داده، اومده پایین تر، پایین ترین کف هم اینه. و ببینید موقعی که قیمت اینجاست به اینجا دقت کنید، من هنوز نمیدونم اینجا ممکنه یه قانونی داشتیم توی بیس موثر میگفتیم اگه فاصله زیاد باشه باید نگاه کنیم ببینیم که رنج شده اونجا یا نه. اگه رنج شده بود، تریدینگ رنج شکل داده بود، کف و سقفش رو مشخص میکردیم، منتظر میموندیم بشکنه از یه طرفی. ولی هنوز اینجا که هست من که نمیدونم این اتفاق افتاده. اون موقع میام از الگوهای قیمتی استفاده میکنم. الگوهای قیمتی رو هنوز فرصت نشده آموزشش رو توی کانال بذارم، ایشالله هفته بعد اونو میذارم براتون. این هفته کل نقاط ورود رو کار میکنیم، هفته بعد ایشالله الگوهای قیمتی هم بهتون میگم که تکمیل شه. اون موقع چیکار میکنم؟ خب من اگه بخوام منتظر بمونم که این برگرده بیاد بالاترین گپش که یکیش اینه و بعدیش اینه، اینا رو پر کنه، که ممکنه قیمت اصلا نیاد به اینا برسه. تو این حالت چی کار کنم؟ میام اینجا، میام این نقطه رو میگیرم، میچسبونمش، میگم این نقطه اولم و این نقطه دومم که یه سقف بالا زده، اینو امتداد میدم، یه همچین چیزی شکل میده. اینجا شاید شنیده باشید، قطعا شنیدید که میگن نمیدونم الگوی مثلث، الگوی پرچم، الگوی فلان. اصلا برای ما اسمش مهم نیست، اصلا ما کار خودمونو میکنیم. اسمشو بذار احمد، هرچی دوست داری بذار. دوباره موقعی که این الگو با گپ میشکنه، ببینید خیلی مهمه که با گپ بشکنه، اگه بدون گپ بشکنه قبول نیست، ما اینجا نمیایم ورود کنیم. الان که با گپ شکسته من میگم خب ببینید این اگه من گپ رو کامل بکشم این شکلی میشه، ولی برای من همین بالاش مهمه. چرا؟ چون روند نزولیه، گپ 100%ش میشه این قسمت بالایی. همینو میگیرم، اوردرم رو میذارم اینجا با این استاپ و وارد میشم. اومد اینجا و تیپی 2 ما رو داد. بعد اینکه تیپی 2 ما رو داد، الان من بعد از اینکه دیگه ورود که ندارم، میبینم که قیمت حالت رنج گرفته، میام رنجش رو مشخص میکنم خیلی راحت. یکم برم جلوتر. خب میگم این سقفمه، اینم کفم. پس بیس من که اینجا الان اینجا به من میگفت نزولیه، همه اینا دیگه قطع میشن و میاد میرسه به این قسمت. الان همینطوری امتداد میدم اینو تا ببینم کی میشکنه، که اینجا اکستند میشه شکست. بعد از این که شکست من میام دوباره دنبال گپم، دنبال الگوهای قیمتی هم. میگم خب اینو دارم، ببینید با گپ نشکسته، هیچ کاریش نمی کنم. بعد از اینکه اینجا اکستند شد شکست، دوباره برمیگرده داخلش. یعنی این کلا اگه بخوام بکشم اینجوری میشه که این به درد ما نمیخوره. میام گپ ها رو در نظر میگیرم، میبینم بله بعد از اینکه این رنج من شکست، این لگی که شکل گرفته گفتیم بالاترین در روند نزولی بالاترین گپ هر لگ که میشه همین. اینجا من یه اوردر میکنم با این حالت. بعد از اینکه رنج شکست میاد اینو پر میکنه. ببینید من نمیدونم که این ممکنه برگرده بیاد داخل رنج دوباره. ببین اینو نمیدونم، هیچکی نمیدونه. ولی بر اساس تست هایی که گرفتیم، بر اساس بک تست و فوروارد تست و این تقریبا 3 سالی که دارم با این روش ترید میکنم، دیدم که آقا موقعی که این اتفاق میفته معمولا میره اون تیپی 2 رو میده. خب چه کاریه نگیرمش؟ میگیرمش. نهایتش اینه که نیم درصد، حالا استاپای من نیم درصدیه، نیم درصد من ریسک کردم روی این دیگه، چه اتفاقی میفته برای حساب 100 درصدی من؟ خلاصه و همینطوری میاد دوباره از این یه دونه پایین تر میزنه. بیس موثر من گفتیم موقعی که این میشکنه، بیس موثر من الان میشه اینجا، میشه سقف این رنجم. چرا سقف میشه؟ چون از پایین شکسته. اینجا هم که اومد یه دونه پایین تر زد. موقعی که یه دونه پایین تر زد میگم بالاترین کدوم همینه. دوباره اینجا من دنبال گپم، بالاترینش همینه. اینجا میذارم استاپ پشت بیس موثر. دوباره یه کفی دارم، دوباره یه گپ این بالا دارم که این نیومده پر بشه، خب ورود نمیکنم.
اومده اکستند شده اینجا شکستتش با این کندل. بالاترین گپ همو دوباره مشخص میکنم. ببینید این صدش پر نشده، مهمه که پر بشه و دیگه تموم شد اون روز. خلاصه که خیلی 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 کارتون راحته، فقط کافیه تستش کنید. ممکنه اوایل فکر کنید که خیلی پیچیده و فلان ایناست، ولی اصلا اینطور نیست. به ترتیب مطالب رو دنبال کنید، همشون رو ببینید و آروم آروم که بیاد جلو، با مباحث بیاد جلو، میبینید که هیچ کدوم از اینایی که ما صحبت کردیم هیچ کاری ندارن. خیلی خیلی راحت میتونید باهاشون کار کنید. خب بیایم TP های معاملاتی که باز کردیم رو حساب کنیم. خب یه دونه استاپ شدین شروع روز، منهای یه دونه TP شد به اضافه 2، یکی دیگه استاپ شد منهای 1، بعد یه TP شد به اضافه 2، یه استاپ دیگه شد منهای 1 به اضافه این معامله TP شده به اضافه 2 به اضافه این معامله TP شده بود به اضافه 2، این استاپ شد هاند شدیم اینجا منهای 1، این به اضافه 2، بعد اینجا به اضافه 2، اینجا دوباره یکی هاند شدیم منهای 1 به اضافه 2، دوباره تا اینجا اومدیم، این دوباره ورود TP 2، دوباره TP 2، دوباره TP 2، اینجا رنج بود، بعد از رنجمون هم که همین دوتا رو ورود کردیم اینم به اضافه 2 و به اضافه 2. یعنی توی روزی که به این حالت خیلی بدی حرکت کرده بود، تو تایم فریم 1 دقیقه همچین رنجی بود اول کارمون، ما تونستیم 19 تا TP بگیریم با TP 2 گرفتن. یعنی میخوام اینو بگم که اصلا نیازی نیست به TP های بزرگ. حالا ایشالله جلوتر که رفتیم مولتی تایم فریم کار کردن با بیس ماستر رو بهتون یاد میدم که از تایم فریم 5 دقیقه و 1 دقیقه یا 15 دقیقه و 1 دقیقه استفاده کنید. اون موقع دیگه مثلا میتونید TP های مثلا با یه معامله TP 10 15 20 اینا بگیرید و هیچ کاری نداره. یعنی هر کی بهتون گفته سخته فلان، اصلا اینجوری نیست، خیلی راحته. ولی خب من خودم دوست دارم که درگیر بازار باشم، یعنی بیام تو 1 دقیقه قشنگ ترید کنم، کلنجار برم با بازار. به خاطر همین اومدم این آموزش نقاط ورود رو توی 1 دقیقه بهتون گفتم که دیگه سخت‌ترین حالتشه که ببینید چه جوریه. حتی میشه توی 1 دقیقه هم اینجوری ترید کرد. ولی انشالله مولتی تایم فریم رو که گفتم بهتون، میبینید چقدر کارتون راحته. خیلی خیلی راحت تر از 1 دقیقه کار کردنه توی موقعی که مولتی تایم فریم کار میکنید. کافیه همراه باشید دیگه من بیشتر از این ویدیو رو طولش نمیدم. در آخرم برای اینکه بتونیم نقاط ورود رو کامل یاد بگیریم، باید ببینید بیس مؤثر رو بتونیم راحت و حرفه‌ای تشخیصش بدیم. برای این موضوع هم فقط باید تمرین کنیم، هیچ راه میانبری وجود نداره. توی جلسه بعد قرار نقاط ورودی که من تو همین هفته قرار خودم داشته باشم رو دوباره براتون فیلمش رو میگیرم و همین هفته براتون میذارم. احتمالاً شنبه، یک شنبه میشه، میذارم براتون که ببینید چجوری با صرفاً با بیس مؤثر و گپ و الگوهای کندلی، قیمتی و فشارخوانی، یعنی همه اون مباحثی که توی چیز گفتم، توی کانال گفتم، میشه خیلی راحت پول در آورد. اگه از این ویدیو خوشت اومد سابسکرایب کن، لایک کن. اگه سوالی هم داری حتما توی کامنت ها بنویس، یا اینکه به آیدی تلگرامی که توی توضیحات کانال گذاشتم پیام بده بهم و اگه سوالی داری اونجا ازم بپرس. خسته نباشید، میبینمت.